مهنی واسه سیمس پرزیدنت. محترم جناب بسیار خوشحالم از دیدار شما. Thank you. جمهوری تاجیکستان در این مشورتی با نفوذی که 27 کشور را متحد می نماید برای فراهم آوردن امکانات بررسی و محاکمه مسائل مهم تمام کوشش‌ها را به خط countries in order to provide opportunities for exchange of views and useful exchange of instructions. کشوری با آن دوست بنگلادش در قطار کشورهای با سرعت رشد یابنده قرار دارد. I appreciate the great role of the President, His Excellency Imam Ali Rawanian, and the traditional relations which based on the further development of bilateral relationship, especially in the field of trade. Thank you. محترم جناب عالی، جناب پرزیدنت، ما کشور شما را برای تشکیل و برگزار نمودن مشورت سمیتی پنجمی مشورتی تدبیرهای همکاری باوری در آسیا تبریک می نماییم و برای دعوتتان جهت اشتراک در این چاره‌بینی به شما اظهار سپاس می نمایم. محترم جناب عالی، من از نام خود و از نام حکومت چنین تمام مردم جمهوری خلقی بنگلادش برای این ارائه مهمان نوازی صمیمی و پذیرایی گرم به من و تمام هیئتم اظهار سپاس صمیمی می نمایم. من نقش و سهم بارز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را در تأمین بخشیدن رفاه و شکوفایی جمهوری تاجیکستان در یک مدت مناسباً بسیار کوتاه خیلی بلند و قدردانی و ارزیابی می‌نمایم. جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی بنگلادش بسیار مشترکات زیاد دارند که آنها را به همدیگر از لحاظ هم نگاهی تمدنی، دینی و فرهنگی به هم می‌آورند.